سلام، خیلی خوش اومدید به یک ویدیو دیگه از چنل منیفیست آف تراپیست. امروز دارم میخواد در مورد مسیر رشد و مسیر تغییر صحبت بکنم. مسیری که بالا پایین زیاد داره، درد زیاد داره. یه جمله خیلی جالب بود، اینکه تو هیچ وقت نمیتونی کسی رو تغییر بدی. جمله خیلی درسته. هیچ وقت توانایی تغییر هیچ کس و هیچ عقیده و هیچ فردی رو نخواهی داشت. اما آدما قابل تغییرن. آدما میتونن تغییر کنن به شرط اینکه خودشون بخوان. مسیر تغییر، مسیر رها شدن از تروماها، پترنای اشتباه، کالچر اشتباه، یه مسیر خیلی دردناک و خیلی طولانیه. و تو برای اینکه پا توی این مسیر بذاری نه تنها باید خیلی شجاع باشی، نه تنها این انگیزه باید خیلی از درون بیاد، بلکه باید صبور باشی که اون دردی که این مسیر برای تو ایجاد میکنه رو تحمل بکنی. و این دقیقا همون علتیه که تو نمیتونی کسی رو مجبور به تغییر بکنی، چون این مسیر خیلی دردناکه. و اگر اون فرد خودش نخواد که این تغییر رو در خودش ایجاد بکنه، هر جای این مسیری که درد از توانش خارج شد، به جای تحملش و صبوری کردن در تحملش، به راحتی تو رو مقصر میدونه و خودش رو قربانی اون شرایط میدونه و حتی میتونه از تو متنفر بشه به خاطر اینکه خواستی که اون تغییر رو، اون رشد رو در اون طرف ایجاد بکنی، چون خیلی مسیر دردناکیه. بنابراین هیچ وقت نمیتونی. خیلی جمله درسته که هیچ وقت نمیشه کسی رو تغییر داد. اما آدم ها میتونن تغییر بکنن و انتخاب این که من میخوام تغییر بکنم خیلی انتخاب سختیه، خیلی انتخاب دردناکیه و باید بهش آگاه بود. چیزی که تو مدتها، سالها فکر میکردی درسته، چیزی که مدتها به عنوان یک پترن، یک الگوی درست توی زندگی باهاش زندگی کردی، اومدی بالا و یهو به خودت میبینی که درست نیست، چیزی اشتباهه و حالا باید همه رو از اول برگردونی، مثل یک بچه‌ای که تازه میخواد راه رفتن یادش بیاد. و تو فرض کن که با همون دست و پا شکسته راه رفتنه و جلو رفتنه تو مثلا تو مسابقه دو هم شرکت کردی، بعد متوجه میشی که یه چیزی خیلی اشتباهه و من بیشتر از یه حدی نمیتونم رشد بکنم، چون اصلا اون اول اشتباه یاد گرفتم، اصلا اون اول پترنم اشتباه بوده و باید برگردی عقب. این یه بچه که تازه میخواد دوباره رشد بکنه، یک مسیر جدیدی رو برای خود رشد بدی. مسیرهای عصبی مغزت باید دوباره از اول خودشونو بسازن و این اصلا مسیر آسونی نیستش و خیلی راحت میتونی در طول مسیر کم بیاری، اذیت بشی. رنج زیادی داره، اصلا نمیشه حتی انکارش کرد، رنج زیادی داره. ولی چیزی که وجود داره اینه که تو بتونی از این رنجی که وجود داره، از دل اون رنجه رشد به دست بیاری، تغییر به دست بیاری. و خطرناکترین چیزی که تو رو میتونه از این رشد متوقفت بکنه تو این رشد اینه که خودت رو قربانی کنی. یعنی خودت رو قربانی اون شرایط بدونی. وقتی که تو خودت رو قربانی میدونی، تمام اون اتوریته یا توانایی و اراده خودت رو رسما داری نادیده میگیری که من هیچ اراده‌ای توی کنترل این شرایط ندارم، من یک قربانی محضم. و این معنای قربانیه، به این معنا که دیگه من هیچ تغییری نمیتونم ایجاد بدم، من تسلیم شرایطم. و این خطرناکترین ابزاریه که میتونه رشد شما رو متوقف بکنه، همون جایی که هست بمونه. اینکه مقصر پیدا کنیم و تو اون مقصر پیدا کردنه بمونی. که وقتا تو این مسیر ما میگیم که اوکی من قربانی این شرایطم، شرایط سخت بوده و درست باید پذیرش پیدا کنی و بگی حالا من چی کار میتونم بکنم که اون شرایط تغییر بدم، چطوری میتونم مسیر دیگه‌ای پیدا کنم برای رسیدن به اون رشدی که میخوام.
اما به محض اینکه وارد فاز قربانی شدن بشی، تمام اون هنر رسیدن خودت رو از دست میدی، چون توانایی اراده خودت رو زیر سوال بردی. یه آدم قربانیش اراده‌ای نداشته برای تغییر شرایط و مسیر رشد متوقف میشه و تو توی درد میمونی. فقط میپذیری که آره من شرایط سخت بوده و من قربانی این شرایط بودم. این خیلی دردناکه. یعنی تو یک شروعی کردی که درد تو ریشه یابی کنی، بخوای شروع به رشد بکنی، ولی و این فهم رو هم پیدا کردی، به این پذیرش رو هم پیدا کردی که شاید تو مقصر نیستی، تو مقصر این اتفاقاتی که برات افتاده نیستی، اما تو مسئول ادامه دادن و رشد کردن هستی. و تله‌ای که توی این مسیر وجود داره اینه که تو به اون پذیرشه میرسی که تو مقصر نیستی، ولی یادت میره که تو مسئول این هستی که حالا تغییر ایجاد بکنی و همونجا میمونی. چون جلو رفتنه و اون مسئولیت پذیرفتن این مسئولیتی که من میتونم تغییر ایجاد کنم خیلی مسئولیت دردناکیه. چون تو باید دردهایی رو خوب بکنی به قول معروف که مسئولشون نبودی. و خب خیلی وقتا راحت ترین کار اینه که بگیم من تقصیر من نبوده و همینه، من به این پذیرش رسیدم که این در من وجود داره. اوکی، خوبه، و این اولین مرحله است. اما متوقف شدی. درد اصلا اونجایی شروع میشه که حالا عوض کنی شرایط رو، دست بگیری. خیلی مسیر سختی. مسیر شناختن خود اول که اصلا یک اقیانوسیه. مسیر رشد دادن خودت یک مسیر رنج آوریه. و چیزی که وجود داره اینه که گاهی وقتا تو خودت ممکنه یه درد رو تجربه کرده باشی و اون درد رو که رد کرده باشی، اون مسیر رو یه استپ برای یک قدم جلوتر رفته باشی، دوست داشته باشی احساس کنی که من باید اینو به همه دنیا این رسالت رو دارم که به همه بگم که تو هم میتونی تغییر کنی، با هم بیای و بخوای آدم ها رو شیفت بدی به این سمت که برید تغییر کنید. ولی متوجه میشی که یهو نه، آدمه باید خودش از درون پیدا کنه. در بهترین حالت تو بتونی کنار آدم ها باشی. این برای خودمونه. من هیچ وقت نمیتونم، برای خودمونم همینه. مثلا من هیچ وقت نمیتونم یه نفر دیگه منو مجبور بکنه که بیا برو این مسیر دردناک رو بچش. من به محض اینکه این تنم این درد میخوره میگم چه آدم عجیب و بدی بود که منو به این درد انداخت. چرا این کارو کرد با من؟ مثلا حسودیش میشه، چرا نتونست ببینه مثلا من آرامش دارم. ولی اگه خودم میخوام این تغییر بکنم، میتونم کسایی که تو این مسیر بودن رو پیدا کنم، الگوی بگیرم ازشون، کمک بخوام ازشون که من میخوام بیام این مسیر درد رو برم. میگه باید چی کار کنم، میگه اگه من با این رنج مواجه شدم چطوری از این رنج بیام بیرون، چجوری باید تو این مسیر صبور باشم. و من فکر میکنم تنها کاری که ما آدم بتونیم برای هم بکنیم اینه که تو این مسیر کنار هم باشیم، فقط حضور داشته باشیم و شاید حتی بتونیم یه مقداری یه الگویی باشیم که نشون بدیم که اوکی اگه این مسیر رفت تهش این اتفاق خوبه میفته و ارزششو داره، اب نداره، این درد رو تحمل کن، پشت این درد این اتفاق خوبه هست. و اون طرفه که باید تصمیم بگیره که میخواد این درد رو تحمل کنه برای اون اتفاق خوبه یا نه. همین. مرسی اگر تا اینجای ویدیو با من بودید و خیلی دوست دارم داستان شما رو هم بدونم. اگر تو این مسیر بودید، اگر دردی یا رنجی رو کشیدید و رنجتون رو تغییر شکل دادید و به جای اینکه قربانی اون شرایط باشید، بپذیرید که این شرایط تقصیر شما نبوده. یعنی پذیرفتید که این شرایط تقصیر شما نبوده و قدمی برداشتید در مسیر متفاوتش. خیلی دوست دارم داستاناتون رو بشنوم، چون داستان رشد، داستان جلو رفتن، داستان تغییر به نظر من یکی از شجاعانه ترین داستانهای هر کسه. مهم نیست که در نهایت به کجا میرسیم، چون مسیرهایی که شروع کردیم با هم متفاوت، مبدأ متفاوتی آدم ها داشتن، ولی
مسیر برای همه به یه اندازه احتمالاً سخته. شروع این پذیرشی که من باید این تغییر بدم این شرایط رو و چقدر این شرایط غیر منصفانه‌ایه که تقصیر منم نبوده. آره خیلی دوست دارم اگر دوست داشتید با هم شیر کنید که شما چه مسیری رو رفتید، انتخاب کردید این دردو یا نه، و اگه انتخاب کردید با چه چالشایی مواجه شدید، چی رو تغییر دادید. خیلی دوست دارم بشنوم خلاصه داستانتون و آشنا بشم، چون خیلی به آدم کمک میکنه الهام بخش مسیر خودش بشه. آره دوست دارم داستان قهرمان بودن زندگیتون رو بشنوم و الهام بخش زندگیم بشه. که دوست داشتید با هم شیر بکنید. مرسی که تا اینجای ویدیو با من بودید. شبتون بخیر، شب و روزتون بخیر.